اگر این روزا بری توی خیابون و نظر مردم رو درباره حجاب بپرسی، حرفای جالبی میشنوی. حجاب کلاً یه مقوله میتونه شخصی باشه. خودمون انتخاب کنیم که چی بپوشیم. میگم هر جوری که دوست دارم عمل کنم. شما وقتی دستاورد دیگه‌ای نداشته باشید، از تنها نعمت خدا دادید استفاده میکنید. تابستون الان گرمم، این مزاحممه، قشنگ مزاحممه. اگه اینجوریه منم لخت میام بیرون دیگه. من اینو تنم نکنم، گرمه هوا، منم اینو یه عده موافق حجابن و یه عده مخالف. هر طوری دوست داره بگرده. افراد نمیدونن که حجاب یک امر اجتماعی هست. یک جنس مذکر به نظر من انقدر سوس عنصر نیست که نمیدونم با یه تار موی من بخواد به گناه بیفته. پوشش باید همیشه آزادی داشته باشه، یعنی هر کسی خودش انتخاب کنه. هر کدومشون هم دلایل خودشون رو دارن. جامعه هم که فقط پوشش نیست، ممکنه یکی احساس کنه تجاوز آزاده، یکی احساس کنه قتل آزاده. چجوری میتونم منی که تا دیروز مثلا پوشش داشتم اینقدر راحت امروز عوض کنم و خودم رو در معرض دید همه بذارم؟ من خودم قبلا محجبه نبودم، یعنی ظاهرا به این شکل نبود. ما نیاز داریم به این که دو طرف با هم گفتگو کنن و دلایل هم رو بشنون.